سلام. دو سازمان معتبر حامی حقوق از حکومت تاجیکستان خواستند زندانیان سیاسی را آزاد کند و اجازه بدهد که مخالفان در کشور آزادانه فعالیت برند. دیدبان حقوق بشر و یا هیومن رایتس واچ و کمیته هلسینکی نروژ روز 17 فوریه با نشر یک گزارش گفتند که وضع حقوق انسان در تاجیکستان سال گذشته با بسته شدن حزب نهضت اسلامی و زندانی کردن افراد دیگراندیش بدتر شده است. این دو سازمان از کشورهای شریک تاجیکستان از جمله امریکا و دیگر کشورهای غربی خواستند وضع بد حقوق انسان در تاجیکستان را نادیده نگیرند و به حکومت فشار بیارند تا وضع را اصلاح کند. یکی از مؤلفان این گزارش، ماریوس فاسوم، نماینده کمیته هلسینکی نروژ، امروز از طریق اسکایپ از شهر الماتو به ما پیوست. جناب فاسوم، به برنامه ما خوش آمدید. و نخست می گفتید که نگرانی شما از وضع حقوق انسان در تاجیکستان بیشتر از همه چی هست؟ В сфере прав человека в Таджикистане, конечно, сейчас много проблем. در تاجیکستان در رابطه با وضع حقوق انسان حالا مشکلات بسیار است. سال گذشته حکومت فعالیت حزب نهضت اسلامی، بزرگترین حزب مخالف دولت را منع و بعداً این حزب را سازمان تروریستی اعلام کرد. بر اساس اطلاع ما اینچنین 200 عضو حزب مذکور را در تاجیکستان بازداشت کردند. ما می‌بینیم که سالهای اخیر تعقیب جدی وکیلان دفاع هم شروع شده است که می‌خواهند از حق مخالفان دولت حمایت کنند. اگر مختصر بگویم، حکومت تاجیکستان آشکارا نشان میدهد که هیچ گونه مخالفان را تحمل نمی کند. حزب‌ها را میبندند و حتی انسان‌ها را برای تنقید حکومت در شبکه‌های اجتماعی حبس میکنند. حالا مردم در تاجیکستان میدانند که یک انسان عادی را میتوانند برای ابراز اندیشه‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی به زندان اندازند. شما در گزارش خودتان گفتید که پژوهش نشان داد حکومت تاجیکستان معرکه وسیع را برای سرکوب مخالفان چه در داخل یا در خارج به راه انداخته است. می توانید در این باره بیشتر بگویید؟ مثلا بهار سال گذشته رهبر گروه 24 عمرعلی قوتوف را در شهر استانبول کشتند. سال 2014 هم به مقصود ابراهیموف، یکی از رهبران دیگر مخالفان دولت، با کارت حمله کردند. هرچند او زنده ماند ولی بعد برآمدن از شفاخانه به تاجیکستان برده شد و تابستان سال گذشته مقصود ابراهیموف را به 17 سال زندان محکوم کردند. ما همچنین می‌دانیم که سال گذشته کمش 10 فعال مخالفان دولت را در خارج کشور دستگیر کردند و همچنین مقامات تاجیکستان کوشش دارند که فعالان مخالفین را در مولداوا و ترکیه، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و جمهوری بلاروس دستگیر کنند یا آنها را بربایند. سازمان دیدبان حقوق بشر و کمیته هلسینکی نروژ از امریکا و دیگر کشورهای غربی خواستند که مسئله حقوق انسان در تاجیکستان را نادیده نگیرند و عمل کنند. مثلا تاجیکستان را از نظر آزادی‌های مذهبی امریکا به قطار کشورهای مایه نگرانی خاص وارد کند. فکر میکنید این گونه اقدامات میتوانند سبب تغییر رفتار مقامات تاجیکستان شوند؟ در واقع باور دارم که این گونه اقدامات به شمول تحریم ها می تواند به بهتر شدن وضع مراعات حقوق انسان در تاجیکستان مساعدت کند. اگر آن مقامات تاجیکستان که حقوق انسان ها را پایمال می کنند فهمند که در صورت پایمال حقوق انسان در حساب بانکیشان در خارج و یا گرفتن روادید مشکل خواهند داشت، در آن صورت باور دارم نتیجه اقدام ها مثبت می شود. То я уверен, что эффект будет позитивный. تشکر. ماریوس فاسوم، نماینده کمیته هلسینکی نروژ، با ما از شهر الماتو صحبت می‌کرد.